هنوز این همون یک نویسنده داریم، شاعر داریم با نام عبیدالله شیرین، یک کتاب دارد با نام از یوان تا کشان. گویا یک تخمین 360 سال پیش یک گروه مردم از همون ظلم و ستم دیگران به داد آمده رو به همین طرف های ما میکنند و در همین کوه مزار میگویم من همین بالا در بالای هم کوه مزار برآمده همین دهی ظلم آبادی که پیشتر وجود داشت و همین مکان را به خود مقبول میدانند و آمده همین را از درخت و از یک جنگل بوده است همین را تازه کرده قشلاق آباد میکنند. من این همسایه قشلاقمان یک تاشاخر نام دارد. مردی به همون دهه بالا رفته از ساکنان دهه میپرسد که دهه را چی نام کردید؟ میگویند حاضر نام نکردیم دهه را و همون مرد از تاشاخر بودگی میگوید که دهه را یک نام گذارید و اون ساکنان دهه میگویند که در آباد کردن همین دهه بسیار عذاب کشیدیم، بسیار ظلم کشیدیم، همین نامش ظلم آباد، نامش ظلم آباد میگذارند. این یک تخمین 360 370 سال پیشتر همین گونه یک حادثه بوده است و همونجا اون دهه در بالا هست. سال 1969 یرچ آمده مردم همون دهه به این وادی آمده زندگی کردن، خانه ساختن، تا روز زندگی میکنن. این نام تاریخی طولانی دارد. ما زادی همین دیاریم، تولد شدیم با اجداد تا 3 پشتمانه با یادم هست که در همینجا تولد شدن، زندگی کردن، اون و سر بردن. دهی ظلم آباد بسیار دهی نامدار، دهی کادرای خوب دارد. خلقش خلق مهنت دوست است، مهنت ناز میبینند، کار میکنند، فعالیت میکنند. من یک تاریخ شیوه میدانم که سال 1964 ما به صف ارمیا داخل شدم. همون سال 1968 وقتی که از خدمت حربی برگشتم، این همین ماهای مرد بود، ظلماتی بالا زندگی میکردیم. اینجا 4 کیلومتر در دامنی کوه بود، غله‌کاری و کلخوز بود، غله‌کاری بود وجود. خلق درو میکرد، خیرمن میکشیدیم، بار میکردیم. خلاصه حادثه ناگهان شد که همین ترنج کند، همین قشلاق تگش آب بود است. همین زمین 6 پیش خانه ها زمین قریب از جای مقیمیش قریب 20 متر خانه در رو حولی همین یک جایی میرفت، اوستا میرفت. همین خلق در جای استقامت بیرو برآمدن قشلاق، خلق در همون بیرو زندگی دارند. دوشد من نمیبینم. وقتی که ما رفتیم فهمیدیم چی گپه، گفت تیز برو که زمین و خانه ها گشته است کلیدی است. من در حیران شدم، نمیبینی که زمین و من همه برآمده است. من همین لباس 3 اویله بودیم، پدرم، مادرم و دادرم اویله خودم 3 اویله بودیم. همین روزگاری همین اویله را گرفتم، ارخی کرده برآوردن گرفتم ای درون همین قشلاق با عدیر برآوردیم. روز شد پاک ایناسون که تلفات جانی نشده است. همش روزگار برآوردن وای کردن پگاهیش. هر روبروی رایون و کلخوزو رفتن اونجا گفتن که نداره اینکه زمین هولی هم در حرکت است. من میرم یک قریب 400 متر بور میفرورم، گشته میام ری رفتگیم 1 متر پایان آمده است. اونم خیلی حادثه اویسته رفته، خیلی سخت میرفت، یگان کس نمیموند. این حادثه رو به چشم دیدیم. اومدیم بعد در همین پایان جا گرفتن، جا دادن، با این خانه ساختیم، در ساختیم، با در همینجا زندگی کردیم. وطن شدیم، وطن فرزندوم، ای بچه‌ام، ای دخترم، ای نویروهم. ما در اینجا فیض گرفتم، برکت گرفتم. صاحب یک قدر مثال خانه آباد شدم، صاحب بچه شدم، دختر شدم. مثال بچه دخترای با حرمت به عزت که به قدر ما به قدر شورم میرسن. مثال نویروها با این یک خاک به فیضی که ما البته ریزویم. وطن یا جایی که مثال در بالای سر یا سقف داری، خونت، درود، زندگی، فرزندت، شوهرت، خیش توار، دیار و برادرت، اکو دادرت، اپو خیرت.
وطنه که هم رو بیا سرجم میکنن. اساسگزار صلح و عزیز ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میگن همه تاجیکستان بهشتی روی زمین است و از جمله هم دهه ما هم یک بهشتی روی زمین است. همه سرسبز، همه آباد، زندگی مردم شایسته، از یگان چیز شکایت ندارند و مردم برای آبادی، برای پیشبرد زندگی روز از روز بیشتر و زیادتر مهنت کرده ایستادند و باوری داریم که زندگی مردم ده از این هم شایسته تر میگردد محض با غمخواری و هدایت های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. هیچ مخدوم اینم در همین عمری کوتاه در 80 سالگیش در همون ظلماتی بالا خاکی کبود بود، خاکی کلال بود. خاکی کلال بود همین مادرم میرفت، کلالگر بود مادرم. میرفت الکتی میبختن، سنجقیل میکندن، میکفتن، ارد میکردن، الکتی میبختن و لینچادو میگرفتن میوردن خانه ها. خانه ها میوردن میشوریدن. من به چشمم دیدگی میشویدم. میشوریدن، سازی خمیر وره تیار میکردن. بعد همین قالب داشتن، همین قالب کتی همین لوی وای میکردن. افتوا، کوزیچه، کوزی کلان، خومی آگری، برای که او وقتا نبود شرایی داخلی. وای همون بود. خودشون از پیششون همین استحصال میکردن. از دست خودشون. خاک کلال داره برای نمی کوزه کنی سیوا، افتوا همه چیزم پیشتر میکنن. بردم میفروختن هم خودشون استفاده میبردن. همون خاکش وقتی همون چیز دیالوگا آمده همه جا چیکار خاکشو بردم مسکو بردن آنالیز کرده آوردن که اومدن همه جا سیخ میسازن گفتن انا خو میکنن یو میکردن شیر مونگ میکردن خرمیچه میکردن کوزاچه میکردن افتاوچه میکردن همه شای میخورد وای با این خیل گیرده کده پور میموندن علو تپک تو سحر ایمیسو سحر میخیستن که انا خیل سرخ شده میگرفتن بازارو میبردن خیشاد توفه میدادن او میندازیم لاتر تر میکنیم در گیردش مخکه میکنیم او یخوره خلادلنیک دم او نمیمونیم ای خلادلنیک او نمیخریم بچم ای میخریم ای به دارو به کسل هیچی نمیشیم ای وی بهترین نیست مامه سنگجان مامه سنگ ما مامه پخته مامه انار نام کمپیرها زنهای همین دهه به همین هنر کلاهگری مشغول بودند کوزه میساختند خون میساختند آفتابه میساختند یوم میگویم برای دوغکشی تا امروز قریب که بعضا استفاده میکنن اونها را یکی از هنرهای بسیار مهمی همین مردم هنری کلاهگری بوده است ای خسرم آتش با خسرم آتش با کلون مون ای وکی با رفت با خسرم دمون ای خسرم که با ما بودم قطی زنی برم همین حولی خسرم هر دوم بودیم ما این حولی خسرم ایجا آمدم این زنی هبرم که ولی زیرمی جای این که وای کلنی کنجگی بود ای خسرم یادگاری در کلینی دویمنگی موندگیه این ای خسر خشتامونو این ظرفی که ما حاضر دوخ کشیدیم ایره یوم میگم زنهای کلالگر خاک را از کوه آورده تیار کرده این همی خیلی ظرف ها می ساختن پیشتر این مامه ها ما بی بی ها ما نمیارد میکردن این دوغای ما تیار شد مسکه میکنه همش این کارباری زنهای دهات او سوید بود در سوید چالو میکشن وای مزی وای دیگه بچم ای دیگه مسکه میسوزه دوغ میسوزه جرگاد میسوزه خو وای سوید ها میسوزن میتیه مزی وای را ببی بچه جون مزی ای را ببی ای را بود در خلطان دا اوش برو چکش بخو میگی سمیتن خورده سن من خودم داری میکشم میگم من چالوی تاجیکی خدمه بخرین تو روزی که ولی قوت دارم میکشم کلینو میخرن چکه میکنن میخرن تمول میکنم میخرن تیر مسکه میکنم میخرن ای دستکشی خودم اساسا مردم ما تا سال 68 به همین
деҳқонӣ машғул буданд, боғдорӣ беҳад тараққӣ карда буд. баъд соли 68 ба пахтакорӣ, баъд дар доҳияи Ёвон ки саноат тараққӣ кард, мардуми мо ҳама ба саноат часпид. дар заводи электрохимии Ёвон, треси химстрой, сол завод, заводи намак, заводи мисол оҳак, завод беҳад бисёр буд, мардум дар онҷо кор мекарданд, фаъолият мекарданд, қисми зиёдашон. زیاده از 400 خواجگی زندگی میکند که یک 3000 زیاده اهالی دارد. کسب و کار اهالی همش خواجگی قشلاق با وابستگی است. اساسی چیزی که اساسگار سرخ وحدتی برای پیشوای ملت استفاده برای هر وجب زمین در سرباش کار خود نموده، زمینای نزد همدیگه را کشت و کار کرده، از زمین هر در کارتوشکا، سبزوات و دیگر میوه کشت میکنه. عموما ساخه هم باغپروری است. اینا ما خودم هر سال زیاده ای 50 60 اینا مثلا 160 درخت شنوندگی بود. 150 تا گل 100 برگ شنوندگی بود. در اینا یعنی همش درخت نو شنوندگی اینا همش این خرافتی تا نورا. از چی روزی که همین سپورش باغپروری ما همین سرمخش کاری خمون برای خودمون میکنیم و برای هیچ کس نمیکنیم. پیشوای موظف میگه اول بکن برای خط تامین تو بعد مثال واردات تو یا صادرات کن. نه که تنجی ما ایروی مهنت حلالی خودمون ایروی درخت ایروی زمین ایروی آب مر زندگیمون بهتر شده رفته است. در ولایت جای سیم گرفت. همچه قشلاق آباد. نگاه کنید نه در جای خالی مثال چیز باغ ترک است. از کوه آورد. چند تا گذرگاه سیلگذر 8 9 تا سیلگذر کرد. تمام قشلاق با همون دولانچای آبگذاری هست که کرد. مثال 1-2 کیلومتر اسفالت پوش کرد. چراغان کرد. مکتب دولت ساخت داد. حکومت جمهوری همین ماده ساخته داد. همین مکتب خشرو زمانی دیده که بسیار هم خوب است. همین از چی دلالت می‌کرد؟ از دلالت همین می‌کرد که هر کسی که از دل سخت مهنت کند مشکل ناپسند باشد و البته با یک موفقیت مثال موفق میشد. محض با دستگیری‌های همیشگی راهبریت فوتبال مملکت، پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت امروز این نوع ورزش در تمام گوشه و کنار مملکت، در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله دهه‌های دوردست مملکت رشد و ترقی کرده است و آن همین گونه میدانچه‌های خرد ورزشی که از جانب سهم محل و شخصان سخاوتمند یعنی همین ده بنیاد کرده شده است و با مقصد رشد و ترقی دادن این نوع ورزش فوتبال که امروز راه اندازی کرده شده است ساخته به استفاده داده شده است. همین آب نوشاکی از مسافه 3 کیلومتر آوردم برای همین دهه ظلم‌آباد. مردم از همین استفاده میبرند. 40 سال شد. منو در تویاشون میبرند، مرا کاشونده میبرند، خونهاشونده میبرند. منو با شلنگاشون منو آب بفایده نمیرد. با خونهاشونده وای میمونند. آب خونهاشون اگر آساد آب میتیند، بولاد میتیند. از 40 سال شد همین آب مردم همین ظلم‌آباد استفاده میبرند. من خودم تنها همین آوردگی از مسافه 40 و 3 کیلومتر. بعد من از دچه آمده میبرند. وقتی زمستان آب نیست که آب کانال قاق میشد. آمده از رایون میبرند، از دستگیرک میبرند، از توشخور میبرند. این دچه‌های پایان آمده میبرند. همش یا خیلی آبی چشمه سمتیاک میبرد آخه. این نساس نیست که مثلا باید بکشی با گیران کنی. آبی چشمه تازه. زمین‌های عموما در حدود جماعت دیهات حسن حسین زیاده از 2,500 زمین است. از این 1000 هکتار زمینی آبی است که در وی کشت کار اساسی پیشتر سبزیجات به حوزه سایه اساسی پخت شده است. باغ تاک پروری است. زیاده از 700 هکتار زمینی باغ پتاب در حدود جماعت است که در اینجا مردم دیهات نوعی ما سهم خود را گرفته در باغ تاک پروری کار فعالیت دارد. وقتی که استقلالیت که ما به دست آوردیم پیشوای معظم ملت زمین و آب همش به خلق داد. تو که ما کفالت میتون تنجی را زمین اخدود آب از خدود مرحبت بکن مهنت کن روس بر کفالت تنجیش ما در نظر داریم. آن همین کفالت تنجی ما خلق با سیر کرد پر کرد با این درجه با این آبادی
کی میگه که در دهی ظلمات همین خیلی انشاءاتی مقدس میشد. این از خودی برای فرزندای همین خلق من مکتبی زمانوی ساختم. شما درستین؟ و علیکم السلام. خوب هستین؟ خوبین؟ سلامت باشین. روزی خوش داشته باشید. رحمت شما. فهمیدیم که یکی از مشهورترین زنبور پرورای همین دهه شمایید. اونقدر مشهورم نیستیم. چند سال شد؟ سالی پنجم میشه ما زنبور پروری میکنیم. همه میشناسد البته. به خاطر فرزندان نبیرو همیود یک برای خودمون تیار میکنیم. خیلی مردم هم میگیرن. چی سبب شد که زنبور پرور کردید؟ چی آخه نفقه برآمدیم بیکار موندیم. که بعد دیگه آدم بیکار چیکار میکنه؟ یک درخت میشنونی یک زنبور، همین زنبور در کمتر ذوقمون رفت همین در کردیم. این زنبور پروری خوب است اینجا درخت و باغ و گلزار و اینقدر دشت و بیابان. ما همین رو به نظر گرفتیم بو زنبور پروری. خیلی است وزیر. درآمدنوکی، حاصلنوکی زنبور. همین فرزندو که شکمشون همین اصل سیر کنه ما همون در خورسند. ای درآمدی وای ما خورسند هم درآمدی وای هست درآمدش هم هست برای خودش با استفاده میبریم. بهار امسال کمی دیر آمد به فکرم. وقتی بهار سیرباریش اومد اصل ماه مای نیست. زنبور غم بسیار داد. هست کمی بیاد کم. خیلی میشه وزیر بهاری کن. ولی این علافو دوام داره. دوام داره ولی بهاری هست ولی خدا خواهد با امید وای ما با اصلی بهاری. پیش برای چی ماه مای اصل ماه مای میگفتن آخر؟ ماه این مای بهاری. تا آخر میشود. البته تا چطوری دهم ایون بهاری میشه. این در همین دهه‌های خوشباد و هوا و سرگل و گیاه و درخت من فکرم که پرورش اصل زنبور اصل به مورد است. البته. چقدر اویله داره شما وزیر؟ ما که همگی 19 اویله اینجا. کم نیست؟ برای همی ما برای سین سالی ما دارم بس برای تنها هستید؟ فرزندا چی؟ فرزندا هم کاری خود کردن اویله خودشون کاری خودشون. خیلی خطی من همیشه دنمشو خونهشون یک چیدن و هر کس ذوق خودشو داره هر میاد هر یک کار ذوق میکنه. من همین خیلی فکر میکنم. در یک سال 2 مرتبه اصل میگیری؟ نه این بهاری میگیری کمتر میگیری بعد وایشه خیلی نقض میشه وایش بعد از گلی پخته مثل 3 مشکل دیگه 2 مرتبه میشود. 2 مرتبه یک مرتبه این خیلی بود هوا کم میشه که دویم بورش نقض میشه. اگه اصل خوش صفت و طبوبتش همین اصل ماه مای است؟ اکی وابسته به بود هوا وابسته به همه چی ای پختم خوبه برای چی؟ ما اکی قدر چیزی ما همین اینترنت کتیمی دارم همین مسئله ده وای میکنم بد نیست بهتر میدونه تیر ماهی اصل ای بهاری رو با. در همه بخش‌های خواجگیان ناحیه زیاده از 4127 اویله زنبور اصل است. از این 360 عدد این در خواجگی‌های اهالی است. ما در همین دهه حاضر ما داریم زیاده 5 اویله برای زنبور اصل وای میکنند پرورش میکنند. پارسال در همین من برای وقت 21 تن اصل دیده شده بود. این سال که کمتر باد هوا باعث است سال کیلومتر وزیر اصلی ماه مای وای گرفتگی نیست چیزی دیگه نیست. خیلی تا آخرای ماه ممکن میگیریم. این اصلی تازه میشید جمع کرده. زنبور ایجاد نمیتونه ای پایان یگان چی دیگه رو ورده
ниsh сози асал ишда сар кардайда ди ин рамкои аввалда ба навбат ба фикрам сар мешавад ин намисол ами як лав уже овардесин ҳамин замбур ҳамиҷа асалду кор кардесай раз кор кардесин асал овардесин агар ки умед ҳаст умеди калон оли бале ҳоли аввали саршавӣ шаи داریم قرود میکنیم اول میجوشیم جیرگات خو میکنیم و دوغ میکشیم و چکه میکنیم قرود میکنیم زمستان دا قرود تاو میکنیم ذخیره را برای زمستان میکنیم نصیب باشه زمستان کشید با قرود تاو هر نمود اوقات آیا چکه آیا شیر چند نمود اوقات میشه شیر برین میشه او تلا میشه پیاوز میگفتن شیر کم کی بود و ای بی چی میکنم چی کرده یا دوغ میکدن چکه میکدن با وقتی که او بود شیر با او همسایر میدادن با و چند قدر بود نوبت قطی خیلی بگذراندن میگریستن ای بچه همش ای تینجی امانی دنیا ای هم کارو خدا دنیا رو تینجی کنه بچه ها کار میکنن آخه با اوقات های ملی میگن آخه بچه ها با مزه اوقات ملی دیگه آخه پیشتر کمپیرکو هم اوقات های ملی میکدن تعامل چنگالی هم اوقات های ملی و اگر در سویا خلیاده چی میشه پینک میدم ایر در همه ثبت ها میگیرن که بیزیب نشوه بسیار شیر و دوغ نازکه قروت این میگیرن باید کرتون چاکه با قروت هم تر میکدن میشکیدن با قروت ها میکدن ولی به هر چاک و به هر چی میکن خونای هم مانده گوای شگر خیلی قشلاق دمه کار میکنی بچون چی کار میکنی گو میکنی تپک میکنی آخی شیر دوغش میخری زندگی میکنی بچه میکردی نمی قرود میکدن قاق میکدن در خلطه مینداختن از زمستان با قرود ها میکدن با وقتی که نمیافتن چک دوغ با ایما با برای این کسلی های گریپ چیز شیله دا مینداختن ما همه فرزندان قطعی همه زنای هیورا فرزندان رو کلان کردیم به جنگ به دلسیایی نکردیم همه زندگی شروع دیدیم همسایه قطعی زنای هیورا قطعی با این خیلی کلندور نویردور аз тути барои хӯрдан мисол ва тути сафеда калон мешавад вале ҳавли манда ҳастай вай бо ин хел тут аст ин барои хӯрдан вайра баргша намезананд ван ин хел ини туторо мезананд барои кирмак авай туто барои мисол мардум айва истифода мебаранд ширинӣ мекунанд тути қоқ мекунанд мехӯранд ин барои ҳамин бедона ҳам ҳаст вай дона надорад зулмоти боло мегӯянд вай қишлоқи мо вайрон шуд ҳамҷода буд вақташда ҳамин тутои бедони сафеди қишлу ширин мешид авай ҳозир нестанд ин тутош монда ҳозир намешад шаҳтуту рахшактуту сиёҳтуту сафедтут яъни тутои барои кирмак монда ана қадои роҳда ҳастай то ёгона ду тарафа тут барои кирмакай вайро дарини хонҳо мегирифтанд катак мекарданд фаҳмиди калон вай мемонанд кирмака мемонданд ҳамои болои авайдан мешад ба баргоро зада болош мемонданам хел хушрӯб ҳамун оста барги тута хӯрда вай калон мешид баъд вақти таниданаш ки мешид бо специални минбош гуфтани меоварданд соди ҷоруб мекарданд болошонда мемонданд ҳамуда даромада метанид ба кусики хели пила мекард дурунашда ҳамун вақта ба ҳама каса халқ ҷамъ карда гирифта бурда месупорида вақтишда ҳозир ҳам ҳастай мисол қишлоқода мекунанд ҳозир
دیگه وقتی جمع گلای ما خودمون شوهر کردیم خودمون میدوختیم، همیشه دخترها خودمون دوختیم، گلا را بالشتاشون میدوختیم. این پیچ چی میگفتیم؟ پیچ و یک اندازه میفریده میره. دوره ما شوهر کردیم همه گلدوزی بداخل بالشتامون دست نمالک میکردیم، میقدر همه چی رو میکردیم. خودمون به دست خودمون میکردیم، به شوهر میراندیم. خیلی حالی یک دیگه همه چی برام در مغازینا دیگه میخرن، هم بالشتارن تاتر دیگه دخترها میروان میخرن. آخه دخترها دیگه نمیخزن، اما پخت پاس که میکنن دیگه چون خیلی که دخترای من هم دوزاندن، مثلا کرپچه دختر کن کرپچه میدوزند، خیلی را مغزی پغزی میکنه. یا دختر که دو دختری که هم دوزاندن میکنن، خیلی کرپچه میدوزند. به هنر دخترها خیلی فرزندم همش فرزندای به هنر بین معرکه میکنه تا هنر نام میتیاتا هنر داشته باشه. مثال این قلمای ما تو وحدت رفتگیان همین نسخه قلمو. مثال رنگ همیر مو خیلی بزنیم مینویسوندم میدادم، جای نفهمش میفهموندم. خیلی همین خلقتی مثال در این بین دو در جان مثال ای بین رفت با خیلی رحمت به همین جناب اولیمون که مثال هم یار گشت زنده کرد. مثال این با مردم همه طلبگار شید، دخترکو همه مثال دوختن، ایست مهردوزی، ایست سیمدوزی، ایست قراق. با قراق هم میکردم. انا وای دوری کلونه که میبینید گیردی وای قراقه، وای قراق با ماشین قراق کدگیو. آن این مثال ایره مغزی میگن، این با ماشین مغزیه. انا وای دوری کلون گیردش قراق ماشینگیه، وای را میکردم. خیلی همین خلقتی خیلی همه چی اگر ایدرسی بندگان گرفته شود هنر گرفته نمیتونن. این همچون هنری مدرنی مویه. خیلی رحمت به همین جناب جولی که همین مثال زنده کرده با نغز میتوه. مثال در پیش آینه نلگون میشینم تماشا میکنم چقدر بسیار حلاوت میبرم. میگم خیلی چقدر کشرو مدروش دیگه دخترو کلنوش دیگه دختیسیان. ما خودم همین گل میدوختم. گل میدوختم این شیرازی برای بروکا شیراز میدوختیم. خیلی ما میگم کد چیشیدم شوهر کردم آمدم انا وای همسویم گل کش بود. ما دوای گل کشیدم بعدش خانه شوهر آمدنم ما خسرم در مالی که میان دوختم مردکم در تاقیه کلابین یا مود شد دوختم این همین همسویم گل کشای وای گل میکشید انا مو کشید ما چند قد دوختم. خیلی میکردیم آخه کسی مثال رفته حال دیگه خانه پر ای گلدوزی بود آخه چی یکی میشیدم خانه کشیدگی بدیم. آین خالته میگفتن 3 متری و دوری و خانه ما کشیدگی بود. نانی چپاتی داریم، خمیر میشوریم به خمتروش، به دراج نه دراج ها زیر برآمد بچه جان. ای قدیم علام این خمیرها خمیر خمتروشی بود، به مزه بود، شیرین بود. ها زیر دراج میندازن کلینا. ما دراج نمینداختیم در وقتش. ما وقتی که همینجا شوهر کدام دیم خشتامن بسیار آدمی هم خیلی چی بوده مهماندار و همین خانه مهماندار بود، دای مهمان بود. فقط همین خیلی نونی چپاتی میکرده و یاد گرفتم من همه خشتامنو و اینم خیلی تنگ میکردم میبستم. یا روز در تویمون تا 4 5 6 همه خیلی کارتون خمیر میکرده میبسته. همون سالو بعد دیگه یاد گرفتم من. خمیری همین نون چپاتی هم خیلی ملایم میکنن. سختش نون خیلی چی میآید؟ سخت میآید نون نوشی. خیلی اگر خمیرش سست باشه نون خوشرو میآید. نان این نان قطعی دوگانه 12 نفره ما دوگانه. امروزی همسایه توی داشته باشه میآید همسایه مرحمت خمیر بشورید. میریم ما خمیر میشوریم، یک کس چپاتی میشوریم، یک کس تمال میشوره تو قزبری شونده، یک کس کلچه کلان میشوریم. این خیلی کلچه ها میبندیم بچم، نونای تفدانی میبندیم، گیردچه میبندیم، چپاتی میبندیم، معرکه همسایه را گسل میکنیم.
مثال سمنک تاجیکی خمون ای قدیم مثال مردمی تاجیکی موده ملتی تاجیکی موده باید که نشه بهار درمد باید ما سمنک مونیم مدرو مونیم وقتی که سمنک موندنی شدیم باید این گندم ما یادون کنیم بشوریم 3-4 روز تر کنیم 2-3 بار در یک روز او ایر ما علیش کنیم که این مزه نکنه تروش نشه و وقتی که تروشید این دیگه اوقات میشه دیگه اوقاتش همی که باید اگر ما چی مونیم نشسته موندنی شویم انا نشستر باید تروش میشه اوش که علیش نکدیم میجافه میگیریم قوق میگه و نشسته میشه ان این همه خیلی نازکه که باید او ویر همه خیلی ما علیش کدام گیریم که مثال به مزه بیاید وقتی که ایشید باید ما ایر بسیار علف میکنه باید ایر علف نکنی همه قصاوس شید سوزن تیوانواره باید ایر بکتی انا باید به مزه میرید دیگیشم دیدونیشم اوقاتی مثال بلازترین ملتی تاجیکی ما سمنک بهاری وقتی که در سخنهای عیدی منشید همچون رنگ مسابقه انا وای در سخنی وای این خیلی خوشروی باید من هم خیلی بخرم و جار بجانی خمون کده او اینه میشه که این ارزق تاجیکی خمون سالی تاجیکی خمون اینه کلنو میپزن و زود بار این کلون پختای این کلون پختای اون نون تنوک انا وای هم کلون پختای این همیو بسایمونه جار برای بچه‌کو های بچه بیار بچه بیار انا میر بیار باید ما خوب کنیم ما مادرها خوب کنیم اینم بپزه میشینه و زود باره براریم هم مثال یا کجی زندگی بچه ها پیش میره و هم مثال اوستاس اگر ما مادرها همی رویه کنیم ای بین میره و وقتی که امر پرزیدنت درباره برگزاری آزمون فروغ صبحی دانایی به تصویب رسید من در نزد خود مقصد گذاشتم که در این آزمون با نفوذ در این سبقت معرفت شرکت ورزیده برای باز هم بلند برداشتن معرفتی نه تنها خود بلکه برای بلند برداشتن معرفت شاگردان در این آزمون اشتراک ورزم و سال اول تا به دور جمهوریوی راه خط یافتم اما غالبیت در دور جمهوریوی به من نصیب نگشت و سال 2020 نیز در این آزمون بسا بزرگ و بسا مقدس است برای من اشتراک کرده غالبیت به دست آوردم. غالبیت مرا وادار نمود که برای باز هم بلند برداشتن معرفت نسل نورس امروزه برای باز هم بیدار نمودن ذوق کتابخوانی و جواباً به این همه غمخواری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که تمام تلاش و زحمت های خود را بهر تقویت معرفت نسل بشر بخشیده ایستادند تصمیم گرفتیم همراه پدرم که بسا از غالبیت من بسیار خود را خوشبخت احساس نمود و ما مقصد گذاشتیم که یک کتابخانه اویلوی تأسیس دهیم. تاکید با کتاب کردن در کار، خواندن در کار. برای همه هر یک کارخانه سپرده داد که کتابخانه کنین. من خودم از پیش خودم نبود که مثلا در کتابخانه اویلوی گفته. من برای 10 تا فرزند در قید حیات دارم. همش در خدمت خلق برای فرزندی خودم برای نویرو آویری آینده خودم کتابخانه کردم حواس دل ما کتابخانه اویلوی ساتوریان تمام نمود کتاب هست شروع خود دیدید جایی باید نیست اون چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست همه شرایط مهیا است کودک بیهوده نمیگردد سول ماندگی میدروید کدام کتابی که در کاره میگیره خانه میخونه برای کی است برای تعلیم و تربیت
مردم دهی ما از قدیم به صنعت موسیقی شغل می‌ورزیده است و بسیار احترام هم می‌کرده است و به همین صنعت روح هم می‌آورده است. یگان توی معرکه مردم دهه به اشتراک حافظان خلقی، سراینده‌های خلقی، پرده‌بای، خالطبلک، حلیم خان نمی‌گذشته است و در توی معرکه‌های مردم اینها سرایندگی میکردند، طبع مردم بالیده می‌داشتند، وقتی مردم خوش میکردند و همین عنعنه را شاگردان آنها گلبای نوروف، رجمرو تشایف، سنگیلو تشایف، سرابیگ رحمانوف، عبدالکریم ستاروف و نظرعلی قربانوف تا امروز دوام داده ایستادند و امروز توی معرکه‌های مردم دهه با اشتراک این سراینده‌های خلقی، آوازخوان‌های خلقی می‌گذرد و طبع مردم بالیده می‌گردد، طبع مردم خوش می‌گردد. یک ره نظر به سویت میلش زیناز باشد، یک ره نظر به سویت میلش زیناز باشد. ای یاری مهربانم عمرت دراز باشد. مهربانم عمرت دراز باشد. گر تو شب بیایی برکوبیم به ناگه، گر تو شب بیایی برکوبیم به ناگه. دو دیدم چون نرگس تا صبح باز باشد. دو دیدم چون نرگس تا صبح باز باشد.